خدا من زنده‌ام، سلامتم. و این یک ماه پیش یک لحظه بود که همه چیز را تغییر داد. یک صدمه، یک خاموشی، یک ترس، یک هراس، یک درد و بعد نامعینی. دلها می لرزیدند و مخلصان همه در تکاپو بودند. برای دیدن برنامه ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. در صفحه ما ابونه شوید، لایک، подписаться گذارید و کامنتاریا فکر و عقیده های خود را در کامنت نویسید. دوستانتان را نیز به صفحه دعوت کنید. روزهای بودند که امید کم می شد. لحظه های بودند که همه فکر می کردند تمام شد. اما در پس این همه یک مبارزه می رفت. مبارزه ای که نه همه می دیدند. او تسلیم نشد. هر روز یک قدم، هر نفس یک پیروزی، هر صبح یک امکانی نو. این نه تنها شفا بود. این ساختن خود از نو بود. از درد قوت ساختن، از خاموشی آواز یافتن. و امروز ما یک خبری دیگری داریم. او برگشت. نه همان آدمی که بود، بلکه قوی‌تر. این حکایه تنها درباره او نیست. این برای هر کسی است که یگان وقت شکسته است. برای هر کسی که گمان کرد دیگر راه نیست. اگر تو حالا در یک دوره دشوار باشی، این را در یاد دار. همه چیز میتواند تغییر یابد. همه چیز میتواند بهتر شود. ما را همراه باشید. خودی خوش می‌گذارم. خودش قصه می نماید. و این از همان عظیم است. قسم باقی مانده هم موفقیت است. سلام عزیزان دین. شکر خدا من خوب هستم. پس از آن صدمه حالتم خیلی بهتر شده است. تشکر که میپرسید و مینویسید و از حالم پرسان میشوید. بسیاری ها میپرسند که چرا در دوره‌های دیگری نیست و شنبه اشتراک نکردم. اشتراکی شما میدونید من به صدمه دچار شدم و همین سبب شد که اشتراک کردن نتوانستم. در دور پولفینالی در بیمارخانه بودم. امید داشتم. فکر میکردم او زیر سنگ میزنم و میگویم که من گذشتم. تا آخر باور داشتم. وقتی چرابینی تمام شد همان زمان فهمیدم این دوره به من گذشت. دردناک بود. آنقدر که حتی از چشمانم اشک جاری شد. اما بعد خود را نگاه داشتم و گفتم من زنده‌ام، سلامتم. و این از من زنده‌ام، سلامتم. و این از همان عظیم است. قسم باقی مانده هم موفقیت است. زندگی بعضا ما همین طرز میسنجد، ناگهان و به آگاهی. ولی هر یک درس قیمت خود رو دارد. من از صمیم قلب منت دارم به هر یک شما که ما رو دستگیری کردید. حتی در صحیفه های دیگر مرا یاد میکنید. همین چیز رو برای خود فهمیدم که من در دل شما چقدر جای داشتم. شما حتی تصورم نمیکنید که این چقدر قلب رو گرم میکند. بعضا باوری دیگران تو همین چیزی است که تو قوت میدهد و تو رو قوی تر میکند تا به پیش روی. و میدونید این انجام نیست. این تنها یک توقف است که ما رو به سوی چیز بزرگتر میبرد. دخترک بناز میروی با دل نوازی، با دلکی دیوانه من داری تو بازی. دخترک بناز میروی با دل نوازی، با دلکی دیوانه من داری تو بازی. مفتونی دو چشمانی تویم و دل چی سازی. دخترک بناز میروی